Your film has won many prizes in festivals all around the world, and I was wondering how was it received in Iran? توی ایران هم در واقع خیلی از طرف مردم مورد استقبال واقع شد. توی نمایش عمومی که داشت خیلی مردم رفتن فیلم رو دیدن، منتقدای زیادی راجبش نوشتن. نکته‌ای که خیلی وجود داره، خیلی در واقع جالب برای من اینه که احساس تماشاگر ایرانی و تماشاگر خارجی خیلی دور از هم نیست، شبیه به همه و دیگه یه جوری شده که وقتی فیلم در واقع تموم میشه احساس کنم که این واکنش ها همون واکنش هایی که توی تهران من دیدم وقتی اینجا فیلم رو با تماشاگر خارجی میبینم. این جایزه‌ای هم که داره در واقع خارج از ایران فیلم میگیره نمونه هاش رو توی ایران هم گرفته. Can you tell me what inspired you to become a filmmaker in the first place? چه چیزی؟ الهام بخش فیلمسازیتون بود اولین بار؟ واقعا نمیدونم چه چیزی باعث شد که من فیلمساز بشم، ولی فکر کنم خود سینما باعث شد که من به سینما علاقه من بشم. این چیز دیگه ای نبود. من اولین فیلمی که رفتم دیدم توی بچگیم، خیلی در واقع دیر رسیدیم به فیلم، من و پسرمون رفتیم فیلم رو ببینیم و در واقع فیلم از وسط رفتیم توی سالن. اونجوری بود که هر موقع خواستیم میتونست بریم سالن. یکی از سینمای قدیمی بود و وقتی یه فیلم خارجی بود که الان اسمش هم یادم نمیاد و یه شخص نوجوانی بازی میکرد و فیلم تموم شد. من خیلی دوست داشتم. وقتی از سینما برمیگشتم من همش داشتم به این فکرم که بخش اول فیلم که من ندیدم چی بوده و تو ذهنم اون رو ساختم و احساس می‌کنم از همونجا فیلمسازی برای من شروع شد و فیلمساز شدم اونجا. پس به نظرم میاد که خود سینما منو علاقه من کرد به سینما. The prizes, do they mean anything to you? به نظرم جایزه بیشتر از که برای فیلمساز خوب باشه، برای فیلم خوبه. این جایزه باعث میشه که فیلم توی دنیا معرفی بشه، آدمای بیشتری بعد تبلیغاتی داره برای فیلم و برای فیلم ها خطرناک نیست جایزه ها، خیلی مفیدن، ولی برای فیلمسازا میتونه خطرناک باشه به دلیل اینکه وقتی شما در واقع عادت میکنید به جایزه گرفتن، از اون به بعد سعی کنید فیلمی بسازید که باز جایزه بگیره و این کار خطرناکه، چون ممکنه که شما خودتون رو تکرار کنید و راه جدیدی نرید و با خودتون یه مسابقه بزنید که از خودتون عقب نیفتید. این خیلی خطرناکه. به همین دلیل شبی که جایزه میگیری اون شب باید در واقع یادت باشه جایزه و فردا صبح سعی کنی که در واقع جایزه رو که میذاری یه جایی توی خونت بذاری همونجا باشه، از ذهنت بیاریش بیرون بذاریش اونجا.